همونطور که میدونین دانشجو یه بار غذایی که درست میکنه رو توی یه وعده نمیخوره و منم دومین باری بود که قرار بود ماکارونیمو بخورم، پس گفتم یه تفاوتی هم توش ایجاد کنم و از اونجایی که چند وقت پیش نعنا توی حیاط خوابگاه دیده بودم رفتم و نعنا جمع کردم و بوشون کردم چون عاشق بوی نعنا. بعد دیگه برگشتم اتاق تا شروع کنم به درست کردن همون شربتی که میدونین. نعناها رو شستم، البته نه به این مختصری که توی ویدیو دیدین. میزم یه کوچولو جمع کردم، وسایلمو آوردم، برگای نعنا رو از ساقش جدا کردم و رفتم که شروع کنم به درست کردنش. لیوانی که میبینیم برای برادرمه، به خاطر همین نمیدونم اون آرمی که روشه حالا برای بارسلونا کجای نمیدونم. نعنا رو کوبیدم تا مزهش بهتر در بیاد. آب لیمورم ریختم و نمیدونستم باید خودشم بندازم، بیرون میندازن. منم انداختم، نمیدونم کار درستی کردم یا نه. آب گازدارم ریختم و بعد یه همیم زدم و یه تستی هم کردم، خوب شده بود، بد نبود. رفتم غذامو از سر اجاق گاز آوردم و میخواستم همونجور تو قابلمه بخورم که گفتم نه، بذار بکشمش تو ظرف. و اینم نهار خوابگاهی با موهیتو. بفرمایید.